سلام میکنم به اعضای دل کانال. من شاهین هستم از کانال انرژی بیگر. دوستانم قبل از شروع حتما کانالم رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک و کامنت تا برای ساخت آموزش‌های جدید انرژی بگیریم. دوستان برای شروع آموزش حتما باید این دو برنامه رو داشته باشیم و حتما لینک دانلودشون رو در کانال تلگرامی قرار میدم. و قبل از شروع حتما فیلتر شکنتون خاموش باشه تا آی پی شخصی مخصوص نتتون رو بده، وگرنه آی پی دیگه میده و کار نمیکنه. دوستان کار اولمون با برنامه ترموکس است و بعد از نصب برنامه ترموکس وارد کانال تلگرامی ما میشید و لینک گیتابی را که واسه شما قرار دادیم کپی میکنید و در داخل برنامه ترموکس پیست میکنیم و اینتر را میزنیم تا کار کنه و بعد از کار 3 گزینه میاره که IPv4, IPv6 و اگزیت و گزینه 1 را ما تایپ میکنیم و دوباره اینتر میزنیم تا 100% میشه و بعد از اینکه 100% شد آی پی شخصی ما را به ما میده و بعد از اون نوشته دومی را که در زیر لینک گیتاب قرار دادم اون رو هم کپی میکنیم و بعد از کپی فرق نمیکنه در نوت گوشی یا همون قسمت سیو تلگرام اونجا مینویسید و اونجا درست از پشت اسلش پاک میکنیم علامت تعجب را و 8 فاصله میدیم و بعدش آی پی رو درست در وسط پیست میکنیم و فاصله ها را پاک میکنیم و الان یه دونه ساب لینک داریم. کل اینو کپی میکنیم و در برنامه دوم که اون رو هم در کانال تلگرام قرار دادم که هدیفای نکست است رو دانلود میکنیم و 100% تاکید میکنم این رو که نسخه 15.4 باشه وگرنه این ساب لینک در اون کار نمیکنه. و بعد از اون وارد برنامه میشیم و از بالا گزینه علاوه رو میزنیم و گزینه اد کلیپ بوت رو انتخاب میکنیم و یکم صبر میکنیم تا ساب لینک اضافه بشه و بعد از اضافه شدن یک بار روش میزنیم و کار میکنه و بعد از اون در سمت چپ گزینه پروکسی رو انتخاب میکنیم و گزینه رعد برق رو میزنیم و میبینیم که خیلی پینگ قابل قبولی هم داره و بعد از اون میریم یوتیوب را تست کنیم و میبینیم که یوتیوب هم خیلی خوب باز کرد و داره خیلی خوب لود میکنه و بعدش هم اینستاگرام را تست میکنیم که میبینیم که خیلی خوب کار میکنه. دوستان آموزشمون تا اینجا بود و برای آموزش های دیگر کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین. دوستتون دارم. یا حق.